که بگی. تشکر دخترم، دست درد نکنه. نوش جانت. شیرینی قند؟ نه قند میخورم. قند میخوری؟ تمام مواد قند درست است. ما خو نمیخورم. قند میخوری. چند تا تو نمیخوای اندامت خراب شه. نه دام بخورا نباید من زیاد خراب شه. نمیخورم. آینه مادر جان. نوش جانت. خودم شروع. تمام. اندام دخترها دیگه نباید خراب شه. باید اندام خود نگاه کنی. دیگه دخترم بسیار فشنی. اما اندام چون کم از اندام من نیست مادر جان. تو خود خوب نگاه کردی. نه دخترم، مادر پیر شده در جوانی من جوانی داشتم. ندیدی نه. تالی پدرم عکسای من نیست که باید نشان بدم من چی جوانی داشتم. تالی پدر جان دیگه. چای خوبش شده؟ خوب دم کشیده؟ نوش جانت. خیلی لایق شدید نه چای دم کردم. دیگه وقت شاور دادن دستور باید به شاور بدم. نه اول دیگه وقتش نیست. من خوش هستم که تو رو دستشویی ندم. ولی چی کنی که رسم دنیاست نمیشه که به خانه بانم. تو هم تنها ماندی. کاش که خور بیادر دیگه می داشتم. خیر هرچی که قسمت باشه شاید قسمت مامی بده. خیلی دوست داشتم یا خواهر دیگه داشته باشم یا برادر دیگه داشته باشم. تو مرا تنها ماندی. آرزو جان دخترم امشب بر چی پخته کنم؟ چی دست داری؟ مادر جان من دوست دارم امشب برای ماشک پخته کنی. دخترم آشک وقت میخواه. حال خود دیر شده. من باید گندنه میوردم خمیر میکردم. حال خود نمیشه دخترم. باز یگان شب دیگه بر پخته میکنم. خوبه؟ نه مادر من دوست دارم ماشک بخورم. امشب برای ماشک پخته کن. من میخوایم ماشک پخته کنی. حال دیر شده دخترم. خیر من یگان خیلی شب دیگه. دوست دارم اما خب گفتم برای پخته میکنم یگان شب دیگه. خاصست. مقصد وعده کردی که پخته میکنی. وعده خود هستم دخترم. سعیس مادر جان تشکر. امشب بر دختر گلم یک دو برگر وطنی جور میکنم. مادر جان خوش داری نه؟ خیلی دوست دارم واقعا. باشه بر دختر خودم شب یک برگرم تند و مزدار جور آی میکنم. مادر جان تشکر. تشکر مادر جان. خیلی دوست دارم. اما تو چتنی دار باشه دیگه. چکنی خو نیست. خیر است از بر تو پیدا میکنم از هر جایی که شده. مادر جان من دختر گلم. تشکر صدقیت شو. آی مادر جان جانم. آرزو جان امروز کارت چطور بود؟ از کار راضی هستی؟ مادر جان از کارم که راضی نباشم چه چاره دارم؟ چطور از کارش راضی نیستی؟ کار سخت است. مادر جان هم کارش سخت است هم کارش کار خشرکاری است. هر کس سر آدم صدا میزنه میگه کار بیار. وقت برش کار میبرم میگه کار تو اشتباه آوردی تو در کار نمیفهمی. بیخیالم از کار کردن بیزار میکنن. آرزو دخترم اگر در کارش اذیت هستی نرو. کدام کار بهتر برات پیدا که خدا مهربانه. مادر جان نمیفهم چی کار کنم. خیر خدا مهربان آرزو جان. ناراحت نباش درست میشه. باشه مادر جان کدام جای دیگه کار سعی میکنم. مادر جان خوب در تلفن مصروف هستی. ما به خیلی آوردم هیچ کدام قصه نمیکنی. به پدرت 2 ساعت پیش پیام دادم تا هنوز سعی نکرده. نمیفهم چطور اینترنتش خاموش است. تشویش نکن مادر جان افغانستان است دیگه. گاهی برق نمی باشه گاهی هم میبینی اینترنت نمی باشه. تشویش نکن انشاءالله که جواب میده. باشه یک دفعه برای زنگ بزنم ببینم رخ میکنه نمیکنه.
نشست جواب نمیده. شاید بیرون رفته باشه. چند دقیقه منتظر می باشیم. انشاءالله که از بیرون بیایه جواب خواهد داد. گفتم یک دفعه خبرش بگیرم قدش گرد بزنم. جواب نداد. خب خیر باشه. چند دقیقه بعد زنگش بزنم دوباره. صحیح است؟ باشه دخترم. تو تشویش نکن. مادر، من میرم از اینترنت سعی کنم اگر کدام کار بهتر پیدا تانستم. باشه آرزو جان، برو سعی کن. شاید کدام کار خوب پیدا کرده. خدا مهربان است. امروز آمدیم که کم تفریح کنیم و خوش بگذرانیم. بسیار خوب کار کردی. هوای ارتای ما چنین شود و دوم بسیار اینجا جای مقبول است. فضا، درخت‌ها، دیزاین‌هاش چی میگه؟ مقبولی خودت چی؟ مقبولی من خو کت کائنات هم برابر نمیتونی کنی. بله همونطور است. بله. هوای خوب، هوای آزاد، مقبول. عزیزی من. بله. جای سابق برای ما گیر آمدن؟ این جای سابق یک خاطره و یک آرامش دیگه داره به نظر. همین سابقش خوب است. به خاطر که همیشه هر دفعه که آمدیم راست مستقیم اینمی میز می‌ایم و اتفاقا اینمی میز خالی میباشه. از شانس ما شد. میفهمی چی بشه؟ حتما برای ما نگاه میکنه. دیگه کلگار میشناسم مشتریشان شدیم از خاطر. نگاه این صندلی از ماست دیگه. بله دقیقاً. خب خوردنی چی میخوای؟ گشنسی یا تشنه کدامش؟ هر دویش؟ هر دویش؟ دیگه میخوریم هر دویش هم میخوریم. باش که همین مویایم خراب نشده باشه. شبیه سوسانا شده. سوسانا؟ یک کره‌ای بود بازیگر سریالی. چی بود نامش؟ امپراتور دریا بود چی بود؟ امپراتور همون گوگوریو که میگفت. چی میگفت؟ گوگوریو. ندیدیم.
من سریالش دیدم. خوبش است؟ خوبش است ولی نامش دقیق یادم نیست. کره است؟ کره است. فکر کنم فیلم اینا زیاد سعی میکنیم. سعی میکنم ها. اونم است که در دفتر دیگه هیچ کارا نمیکنیم، خیلی کارا رو میسپاری بنیگیم. با کار من کار فیلم است. اصلا من کلی فیلم در دنیا آمدم. خب باز از یک بابت دلتم جمع است که میگی برو نگین است دیگه کل کارا رو میسپاری. نگینی مست دیگه من چی رای میزنم. مرا که داشته باش دیگه سر فلک رای نزن. نه همونطور است. او عزیزم قصه که دیگه آمدیم دوباره اینجا ببینیم چه نام بخوریم یا که کدام نوشیدنی اینا. گوشت است فکر کنم. عادیش میخوریم. صحیح است. درست است. باش که گارسون بیه میگم. گارسون کجاست؟ میاد دیگه. نه. ما زیاد- وقت قصه کنیم گارسون بیه. نه. عجله نکنه. میای. خب. دوباره فضا اینجا یک زیبای خاص خود گرفته می‌بینی؟ منظره را؟ بله. چقدر مقبول است. اینجا که مقبول است ولی امروز خودت هم خوب مقبول شده ماشاءالله. من همیشه مقبول است. همونطور است. باید میگی تو که همیشه مقبول هستی اما امروز یک مقبولی خاص دیگه داری. ای تو بگویی صحیح اما بیشتر فکر کنم توهین بود، تعریف بود، چی بود؟ نه تو خب مقبول هست همیشه خب ولی امروز خیلی مقبول شده. اینی حالشه. این حالشه. آخر چی میشه؟ مرا تو دیوانه میکنی. امروز یک چیز یادم آمد. دفعه پیش گفته بودید برای من شعر میگی گریت کردم. من شعر میگم؟ من شعر یاد ندارم. یاد نداری؟ شعر یاد ندارم. باید برای من یک شعر بگوی یاد بگیری. ولی شعر او تو که بگوی از حفظ باشم و دقیقا اونمو دقیقا حفظ باشم و دیادم بیایی نیست. و یک شرط میتونم که مثلا مثل خود دو دفعه دیگه از روی تلفن براتون اونمو دکلمه کنم. درست است. درست است. تو هر رقم بخوانی من قبول دارم. فقط بخوان. عزیزم پس از گپ بزن که شعر چی خوش داری؟ برو خودت انتخاب کن. نه شعر عاشقانه در وصف وطن کدامش؟ نه عاشقانه باشه. وطن خود ما تو وطنیستیم نه خب هستیم دیگه همینجا. خب خیلی میگه عاشقانه باشه؟ صحیح است. باشه همین نان بخوریم بعد از من بعد شعر میگم. درست است. صحیح است. صحیح است. کدام اخبارها را ببینم کجا کار بپالم انشاءالله که کار خوب پیدا کنم چی است بیایی سعی کنم چی است. Savaştan kaçan Afganların dramını Trabzon'da yaşayan bir Afgan yönetmen beyaz perdeye taşıdı. Sessiz Gözyaşları adlı filmde yabancı işgalleri, iç çatışmalar ve terör yüzünden yurtlarını terk etmek zorunda kalan sığınmacıların hayat mücadelesi konu ediliyor. Cuma günü gösterime girecek filmde rol alan 100 oyuncunun 90'ı Afgan sığınmacı. Yönetmen Abbas Muhammedi ve ailesi uzun süredir Trabzon'da yaşıyor. Muhammedi, Trabzon'da sığınmacıların hayatını anlatan bir film çekti. Filmde mültecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekiliyor. İnsanlar başka ülkelere mülteci olarak kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybediyor. Birçoğu organ mafyasının eline düşüyor. Sığınmacı oldukları ülkelerde ise türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan film Trabzon'da çekildi. Filmde rol alanların çoğu da Afgan sığınmacı. 100 oyuncu rol aldı filmde. 10 Türk oyuncumuz var. Diğerleri göç yollarının zorluğunu çekip Türkiye'ye gelmiş olan mülteciler. Aralarında göç yolunda yakınlarını kaybetmiş birçok insan var. Film Trabzon'daki bir sinemada Cuma günü izleyiciyle buluşacak. اوه ماشاءالله چقدر عالی
در ترکیه، در شهر طرابزون. او افغان خود ما. جای افتخار است، واقعا عالی است. افتخار میکنیم برات آقای محمدی. تبریکت باشه. ماشاءالله ماشاءالله. چقدر خوب شد. من چقدر دوست داشتم که فیلم بازی کنم. همه چیزی که میخواستم برام پیدا شد. خدایا شکرت، خدایا شکرت. من میخوایم این کارگردان رو پیدا کنم. هر قسم شده من این کارگردان رو پیدا میکنم. خدایا کمکم کن. من باید موفق شوم. خدایا کمکم کن. خدایا من میخوایم موفق شوم. خدایا کمکم کن. خدای شکرت، خدای شکرت. من این کارگردان رو پیدا میکنم. بالاخره آرزوهایم برآورده میشه. خدای شکرت. اما چطور پیدا کنم؟ هر طور شده پیداش میکنم. پیدا میکنم. اگه شده از تمام مردم این شهر میپرسم. بالاخره یکی پیدا میشه که آدرس کارگردان رو برام بده. خدای شکرت. خدایا پیدا میکنم. پیدا میکنم. خب کارگردان رو که پیدا کنم چطور قناعتش بدم که من رو در فیلم بگیره؟ خب خیر بالاخره یک راهی پیدا میکنم که قانعش کنم من رو در فیلم بگیره. خدایا کمکم کن. خدایا کمکم کن. خدایا من رو آرزوهایم برسان. خدایا من رو آرزوهایم برسان.